میخوای خودت بگی یا من همه رو بگم؟ کدومشو بگم؟ بگو. هر چی شما من میگم چشم. بگو خودت. راجبه یه چیزیه. آخه من خیلی انرژی داشتم، خواستم برم ورزشای رزمی. آها. قد من بلند بود، دوست داشتم دعوا کنم. دوست داشتی دعوا کنم، آره دعوا کنم، مثلا بزنم. بعد رفتم سانشو. روز اول جمعیت وایساده بودن، اونا هم مثل منم اون ته وایساده بودم، منتها از اینجا به بالا یه مربی اومد انقدر گفت اوس، همه گفتم اوس. گفت خیلی خوب، با لهجه همدانی میگم، گفت خیلی خوب، فنی که میخوام بهتون یاد بدم فن رانستیکه. شما من اون تبدم گفتم بله. گفت شما بیا. ما اومدیم جلو. روز اول گفت خیلی خوب، وقتی که دعواتان میشه تو خیابان یه دراسر که نداریم، داریم آقا یه لگد میخواست تو رو به عنوان نمونه نشون بده. آره. یه لگد به ما زد، درد وحشتناکی در من شکل گرفت. رفتم فرداش باور کن دوباره اومد اوس خیلی خوب، تو بیا امروز میخوام مثلا فن فلانی رو بهت یاد بدم. یه ای دراسر همه نه خیلی شد. بعد من برگشتم خونه، بابام گفتش که کجا میری اینقدر که بودی؟ گفتم والا من میخواستم برم سانشو ولی دیگه نشد دیگه. بعد از اون دیگه